عزیزان گرامی، وقتی که ما و شما این راه را میپیماییم باید قطع خود تعهد بکنیم که این راه سختی داره. پدر مخالف میشه، مادر مخالف میشه، برادر مخالف میشه، قوم مخالف میشه، دوست مخالف میشه. خو ما مخالف الله و رسول الله سبحانه و تعالی نشه. بعضی جوانایی داریم که به خاطر دعوت دین لط خورده، بیاب شده، آبرویش ریخته. ما خودمان شخصا والله آبروی خود به خاطر دین فروختیم. بسیاری وقتا بسیاری مردمای متعصب حتی بسیار کلمات زشت گفتیم، ما را بیاب ما کردن. آخر گفتیم ما خاص پیغمبر خدا کده بیشتر نیستیم. پیغمبر به خاطر از دین سرش ترقید، خونالود شد، در طائف لط خورد، اما ما به اون سویه هم نرسیدیم و آمادی از اوش هم میشه انسان مسلمان. بسیاری از جوانای ما حتی لط خوردن، حتی خانهشان خراب کردن، حتی از قریه کشیدنشان، حتی برادر و پدر و